تیرمایی جانم نیت کن حتما قلب بی رنگ رو برای من قرمز کن و لایک کن که انرژی تو فال قهوه‌ت بیفته و کد 788 رو برای من کامل کن. خب تیرمایی جان، میخوای کاری رو انجام بدی یا تصمیمی رو گرفتی که کلافت کردی که میبینم که از کلافگی در میای و به هدفت میرسی. تصمیمت میتونه خیلی قاطعانه و خیلی خوب باشه. از شخصی که تو حروف اسمیش میم، الف، ر داره، با 3 دیدار و حرف زدن و آشتی برات افتاده. یه کار جراحی میخوای تو صورتت یا اندامت بخوای انجام بدی که باب میلت برات پیش میره. بابت شغلت خوشحالی داری، پیشرفتی رو برات میبینم. جابجایی برات افتاده که برات خوشحالی داره، برکت داره. یک مسافتی رو طی می‌کنی، میتونه مسافت شهری باشه که بیشتر میتونه با ماشین باشه یا گردشی باشه که بهت خوش میگذره. حواست به پس اندازت باشه چون قرار کار پرسودی رو انجام بدی باهاش. مرداد مایی جانم نیت کن حتما قلب بی رنگ رو برای من قرمز کن و 2 بار بکوب روی صفحه که انرژی تو فال قهوه‌ت بیفته و لایک کن و کد 788 رو برای من کامل کن. خب یک مشکل مالی برات دارم میبینم که گره تو زندگیت انداخته که تا 7 وعده دیگه برات حل شدنش رو میبینم. برگه یا امضا میکنی، قراره برگه یا امضا کنی که برات خیلی میتونه خوب باشه. یه بحث و دلخوری داری که منجر به آشتیت میشه. بیشتر اینجا از کسی میبینم که دوستش داری و نسبت بهش خیلی هم بی‌تابی. تو محل کار یا تو محل خونه جابجایی برات مشخص شده که بیشتر وعده 3 رو بهم مشخص کرده. خبر بارداری برات تو اعضای خانواده یا حتی میتونه خانمی باشه یا میتونه شما باشید یا شخصی باشه که منتظر این بارداری میتونسته باشه. خرید و فروش برات اینجا میبینم. پولیو که منتظرشی 100% برات جور میشه، مثل وامی یا کسی بهت پولیو قرض بده. با یک نفر میبینم که بخوای بحثی رو بکنی یا رقیبی داشته باشی که اینجا بخواد پوچ شدن رو نشون داده. شهریور مایی جانم نیت کن حتما قلب بی رنگ رو برای من قرمز کن و لایک کن که انرژی تو فال قهوه‌ت بیفته و کد 788 رو برای من کامل کن. شهریور مایی جانم، با آقایی که تو سن 25 تا 45 ساله صحبت و گفتگویی داری و خبری داری که خیلی خوشحالت میکنه که از یک ناراحتی در میاد. سندی و با سندی برات یک دوره بخواد به حالت عقب افتاده باشه که ناامیدت هم کرده، یک مسئله مالی که بخواد برات 100% تا 5 وعده دیگه بخواد برات برطرف بشه. امضایی میبین، امضای بیشک داری. برات اینجا 100% برات میبینم که رقیبی داشته باشه که بخواد به خاطرش ناراحت باشه یا چون میتونه مسائل احساسی باشه، چون تو محل کارت باشه که 100% برات پوچ شدنش رو دارم میبینم. خودش حالت کلافگی رو داره. سفر برات اینجا مشخص شده. 2 نفر بهت قولی رو میدن تو کاری که 100% انجامش هم میدن. تو خانواده مواظب باش. شخصی برات منفعتی داره که خیلی باید بیشتر دلش رو به دست بیاری. بیشتر میتونه اعضای خانواده باشه، شخصی که خیلی بهت نزدیکه. بیشتر یک آقایی افتاده که میتونه اقتداری هم داشته باشه، بهت کمکی میکنه که زندگیت هم میتونه این ور اون ور بشه.